این 5 مدل پنکیک خوشمزه و فانتزی رو فقط با یه مایه میتونی درست کنی و کنار خانواده به عنوان صبحونه یا عصرونه میل کنی و از خوردنش لذت ببری. پس بریم برای آماده سازی. اول 2 تا تخم مرغ رو با همزن خوب بزنید تا از لختگی در بیاد. بعد بهش نصف پیمانه شکر و 1 قاشق چای خلی وانیل رو اضافه کنید و مخلوط کنید. حالا 2 پیمانه شیر رو به مواد اضافه کنید و هم بزنید. بعد 3 پیمانه سرخالی آرد رو به همراه 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر الک کنید و به مایه اضافه کنید و مرتب به هم بزنید تا یک دست بشه. در انتها 2/3 پیمانه روغن رو به مایه اضافه کنید و دوباره به هم بزنید. به وسیله 1 قیف مایه رو داخل پمپ سس بریزید. مایتابه رو روی حرارت ملایم قرار بدین تا کاملا داغ بشه. مدل اول مدل توریه که باید مواد پنکیک رو به شکلی که در ویدیو میبینید داخل تابه بریزید و صبر کنید تا روی پنکیک حباب بزنه و بعد میوه ها رو داخلش بذارید و 2 طرف رو روی میوه ها برگردونید. مدل دوم پنکیک رشته‌ایه که باید مواد رو به طور پیوسته داخل تابه بریزید تا یک رشته بلند به دست بیارید. مدل سوم پنکیک دکمه‌ایه که باید مواد رو به صورت دایره‌های کوچیک در تابه بریزید. مدل چهارم پنکیک خرسیه که مثل مدل دکمه‌ای اول یک دایره در تابه بریزید، وقتی یکم خودشو گرفت گوشهاشو بریزید. مدل پنجم پنکیک مغز داره که بهتر از تابه پنکیک استفاده بشه. اول یک لایه از مواد رو داخل تابه بریزید، بعد چند عدد شکلات سکه‌ای روش بذارید، دوباره مواد رو روش بریزید. حالا نوبت تزیینه که شما میتونید به سلیقه خودتون از هر میوه‌ای استفاده کنید. من از توت فرنگی و موز و سس شکلاتی استفاده کردم.
نوش جان.